سلام و درود، چطورید رفقا؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من. امروز اومدیم بریم چند تا از بهترین اوشن مانیمنت های ماینکرافت ایرانی رو با هم ببینیم و آره دیگه رفقا زیاد وقت نمیگیرم، بدون شما تلی بزنید بریم شروع کنیم. اوشن مانیمنت اول مال کسی نیست جز مارتین کرافت که با حسام داخل روایت هاردکورش میاد و یه اوشن مانیمنت خوش میکنه و بالاشو اینجوری شن و اینجور چیزا یه سیرک مانندی درست میکنه و با یک کلیک میاد این رو، البته با یک کلیک نه، و اینجوری باید اینا رو بزنن و این میاد روی اوشن مانیمنت و همینطوری که دارید میبینید و یه چیز خیلی جالب و ایده متفاوت و آره یه همچین اوشن مانیمنت خفنی درست میشه و خب یکم خیلی دردسر داره که بخواید اینا رو دقیق در بیارید. و اینم از اوشن مانیمنت خفن مارتین کرافت و بزن بریم نفر بعدی. نفر بعدی کسی نیست جز مستر کرافت. مستر کرافت حالا اگر بشناسید که 100% میشناسید، داخل ماینکرافت هاردکور خودش میاد این اوشن مانیمنت خوش میکنه، میسازه، میگم چی، خشک میکنه و اینم دیزاینشه و میاد بایومای مختلف رو داخلش میسازه و اینم از لاشکیویش که ساخت و چیز باحالی شده و اینم از تکمیل شده اوشن مانیمنتش که واقعا چیز خیلی خفنیه. همینطور که میبینید بایومای مختلف دیگه، ندر این طرف، آره دیگه اینم از لاشکی و واردن و همه چی و داره اینجا به ما نشون میده و این پورتالش خیلی قشنگه، مثل چیز بهشت میمونه، حتی بکنم با آیش درست کرده و چیز باحالی شده و این طرف هم اصلا انگار خودشه و آره دیگه این از این و این طرف هم یه دونه اسلامی بزرگ و بزن بریم نفر بعدی. و نفر بعدی کسی نیست جز تیمسار. اصلا مگه میشه حرف از بیلد و نرزا بزنی و تیمسار رو حساب نکنه؟ اصلا امکان نداره. تیمسار هم که دیگه این اوشن مانیمنت رو همه میشناسید و اینجاش هم داره ندرش رو درست میکنه از اوشن مانیمنت و آره دیگه این هم از ریپلی مادش این پورتال این خوشگلی رو درست میکنه. واقعا یکی از متفاوت تریناه و آره چیز باحالیه و اوشن مانیمنت تیمسار بهترین اوشن مانیمنت، حالا نمیدونم هست یا نه ولی خیلی گود و آره این هم از ندرش شد و اینجا هم میاد اند وسیله جمع میکنه و میره برای درست کردن اند داخل اوشن مانیمنتش بایوم اند و واقعا چیز حقی و این طرف هم این کشتی میسازه که واقعا اگه بخواید دونه دونه لوگوش بذارید دیانت سرویس میشه اونا از رو ویدیو و مثلا لایسیمتیکا داشته باشی برای جاوا خوب. طرف هم برج ابسیدنی درست میکنه و اینم شد از اندش که واقعا چیز حقی شد و این سیتی هم درست کرد. بایوم بعدی هم که میخواد بسازه این طرف هم بایوم عادیه و میخواد یه دونه کندو عسل درست کنه برای فرم عسلش فکر کنم و آره دیگه واقعا اینم سخت ساختنش، حتی برای تیمسار زیاد سخت نیست چون این بیلده یه ذره عادیه براش و این طرف اصلا متفاوت عالی و یه چیز حقی از سوش در میاره و این شد از قبل اوشن مانیمنت و اینم از بعدش که واقعا چیز خفنی شد و اینم بود از اوشن مانیمنت تیمسار. و نفر بعدی رو شاید نشناسید و اونم کسی نیست جز اسلیدی کرافت. اسلیدی کرافت بدراک پلیره و خیلی کارش درسته و یکی از خفن ترین ها داخل، البته به نظر من که خفن ترینه داخل بدراک و اینجا البته اینم بگم که داخل بدراک و با گوشی هم پلی میده، میاد یه دونه اوشن مانیمنت متفاوت درست میکنه که حدود 15-20 پله کارا دقیق نمیدونم، میاد اوشن مانیمنت بالا داخل یه تپه میسازه و انگار داخل تپه جنریت شده و ایده خیلی متفاوتی میزنه و اینم از اوشن مانیمنتش که همینجوری دارید میبینید الان در حال ساخته و یه همچین چیزیه و آره دیگه باید بره بسازش و تکمیلش کنه و اینجا هم کار اوشن مانیمنت تمام کرده که یه ریپلی مود خفن ازش ببین. و اوکی نفر بعدی هم ریویتای که یه دونه اوشن مانیمنت
خوب درست میکنه و آره دیگه یه هوش عادی تقریبا درست میکنه و واقعا هم برای همچین چیزی باید خیلی زحمت بکشی و یه متفاوت هم هست. مثلا بایوم عادی اعتقاد زیادی بهش نداره ریبیتای، مثلا بایوم عادی و اینا رو نمیسازه و همینطوری که میبینید همه چی تغییر میده و یه همچین چیز خفنی درست کرده و واقعا کار سختیه. و آره اینم شد از اوشیمانیوت ریبیتای. و خب نفر بعدی هم زونشو و آره زونشو 3 اوشیمانیوت درست میکنه، یه دونه با تم 3 اوشیمانیوت رو خوش میکنه و یه دونهشو با تم ندر درست کنه که اون حالا من نذاشتم چون مثلا تم ندر بایوم عادیه و یه دونهشو با تم ان درست میکنه که اونم باز بایوم عادیه. چیزا من داخل این ویدیو نذاشتمش ولی اینو با تم هیچ جای خاصی درست میکنه، با تم بهش درست میکنه و آره و این ایده متفاوت و خلاقانه ایه و گفتم اینو داخل ویدیو بذارم که فقط این اوشیمانیوتش باشه و اون دو تا دیگه هم هست که اونا هم داخل چنل خودش هستن و اینجا داره یه دونه رودخونه بهشت رو درست میکنه داخل ماینکرافت و این طرف هم داره خونه های بهشتی رو درست میکنه و این افتاده سر زبونم و اون برجک چیزاش خیلی گادن. مالا توی انگلیسی اینا رو دیده بودم اینجوری میسازن ولی خب خیلی فرق داشت و اینا به نظرم گادترن، مخصوصا اون چیزا که رد شدن ازش. و این هم شد از اوشیمانیوت زونشو که واقعا چیز خفنی شد و فقط یه تیکشو نساخته که اونم زیاد چیز مهمی نیست و اینم بود از ویدیو امروز. بله اینم از اوشیمانیوت. و خب اوکی بچه ها اینم شد از این ویدیو و بچه ها بخوام یه سیبتون بگم سر ویدیو قبلی واقعا 2 ویدیو قبلی ناراحت همشون زیر 200 ویو خوردن. 2 ویدیو روی هم 300 تا ویو نخورد و واقعا ناراحت شدم. حالا نمیدونم برای چی واقعا ویو نگرفت، اصلا کمی ناراحت شدم. هر دقیقه این داستان کنترلش میکردم که چرا ویو نمیخوره وای. و واقعا سر بعضی از ویدیو که مثلا میم میذارم داخلش و من سر این ویدیو واقعا زیاد زحمت خاصی نکشیدم ولی مثلا اونایی که میم میذارم واقعا تایم سرش میره، فکر نکنید مثلا اینجوری الکیه. و آره حمایت کنید، امیدوارم این ویدیو حمایت شه و اگر حمایت شه داخل کامنت هم بگید که پارت 2 کیو بذاریم تا منم پارت 2 اگه حمایت شه میذارم. و آره دیگه باید حمایت کنید، فقط این نگاه چیز میبینم خندم میگیره. و آره دیگه رفقا اینم بود از این ویدیو. اگه دوست داشتید مثلا لایک کنید، چنلم سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید.